به نام خداوند بخشنده مهربان. دیروز نامزدهای تصدی وزارتخانه‌های دولت 14 جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. در پی انتشار نام نامزدهای تصدی وزارتخانه‌ها، واکنش‌های مختلفی در فضای اجتماعی و رسانه‌ای منتشر شد که از جمله آنها آراء مثبت و منفی دایر بر دیدگاه مخالفان و موافقان بود. برخی از موافقان معتقد بودند که این دولت وفاق ملی، دولت اتحاد و دولت کار و کوشش است. برخی از مخالفان معتقد بودند که این دولت کهنسالی است و در واقع دولت سهامی یا پاسخی به سهمخواهی جریان‌های سیاسی است. کدام یک از این دیدگاه‌ها درست است؟ دولت دکتر مسعود پزشکیان چگونه دولتی است؟ شما آن را چگونه تحلیل می‌کنید؟ لطفاً به این شماره به اضافه 1 توجه کنید. پایان قطعاً آغازی است برای فصلی جدید و هر شکست مقدمه است برای یک پیروزی. در این میان زمان بی وقف مرا در خود میبلد و در این واپسینها خطر بسیار است. اگر تو نباشی، اگر تنها بمانم، شروع معنایی ندارد. اما اگر تو باشی، مقصد از همان لحظه آغاز پیداست. باید نفسی تازه کرد. پس با تمامی وجود به یاد تو، به نام تو و به امید خدا. سلام عرض می‌کنم به بینندگان محترم شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه به اضافه 1. خواهش می‌کنم اگر مایل هستید به این برنامه پیام بدید و اظهار نظر بفرمایید 301177 رو به خاطر بسپارید تا در خلال پخش برنامه پیام‌های شما بر صفحه تلویزیون حک و منتشر بشه. در این نوبت خدمت 4 تن از تحصیل کردگان و دانشجویان صاحب نظر هستیم که به موضوع تحلیل کابینه جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان خواهند پرداخت و به عنوان مطلع، مشاور و کارشناس محترم در خدمت جناب آقای الیاس حضرتی هستیم، نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس شورای اسلامی و صاحب امتیاز گروه رسانه‌ای اعتماد که برای شما آشناست. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. سلامت باشید، خیلی ممنون، خوشحالم از دیدارتون. خیلی بزرگوارید. منم خدمت بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم. انشالله که برنامه شما مفید به فایده باشه و مردم استفاده بکنن انشالله. قبل از اینکه دیدگاه شما رو بپرسم و خواهش کنم بازگو بفرمایید، استدعا می‌کنم اجازه بدید من نظرات دانشجویان و تحصیل کردگان محترم رو جستجو کنم. خیلی خوشحال میشم در خدمت شما باشم. خیلی خوشحال شروع کنیم. خواهش می‌کنم با معرفی خودتون شروع بفرمایید و دیدگاهتون رو بازگو کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم و بینندگان عزیز. محمد هاشم نظری هستم، دانشجوی مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. خب در مورد مسئله حالا هیئت دولتی که معرفی شدن بخوام صحبت بکنیم، موضوع جوانگرایی است و خب فکر میکنم خیلی واضحه. یعنی ما پیرترین دولت رو الان اگر در واقع رأی اعتماد بگیرم، ما پیرترین دولت رو خواهیم داشت که میانگین فکر میکنم 59.7 هستش و خب میانگین سنشون و ما پیرترین دولت داریم و یه سری جوان‌هایی هم حالا معرفی شدن که اتفاقا ما می‌بینیم جوان‌هایی که سابقه اصلا ندارن. یعنی کاش سراغ جوان‌هایی می‌رفتیم که یک سابقه حداقل داشتن و ما می‌تونستیم امید داشته باشیم. بعد مسئله بعدی که بهش اشاره بکنم، کنایه از این که الان جوانان غایبن و شما ناامیدین. بله.
خب. چون بالاخره این افرادی که حالا معرفی شدن ما اگه جوان با یک گلو با یک اشکال کدام ناامید نمیشه. ناامید خیلی موضوع عمیق‌تریه. بحث امیدواری به آینده کشور چیزی که خب حالا صرفا توی این مسئله نمیگنجه، یعنی مباحث مختلف دیگه هم هست که حالا بهش میپردازم. ادامه دیدگاهتون؟ در ادامه ما شاهد حالا شخص در مورد رئیس جمهور هم میخوام صحبت بکنم. ما یک جا جناب دکتر پزشکیان خودشون میگن که مثلا ما ساعت 10 شب خیلی خسته و اینها میریم خونه و میخوایم مثلا دیگه استراحت بکنیم. ها در صورتی که ما رئیس جمهوری رو تجربه کردیم، شهید رئیسی، که شب و روز نمیشناخت، که اصلا خستگی نمیشناخت. معنا نداره برای رئیس دولت که 10 شب بخواد بره خونه و استراحت بکنه و این برای ما تلخ بود. خب این چرا به هیئت دولت داشت؟ یک در مورد جوانگرایی هیئت دولت بود و خود رئیس جمهور هم در واقع. من خواهش میکنم در موضوع صحبت کنیم. بله متشکرم. سلامت باشید. و بعد مسئله بعدی هم مربوط به اون بحث فراجناحی بود که فرمودید که خب این ترکیب هیئت دولت رو فراجناحی دیدن، اما ما می‌بینیم که از هر سمت هر پدرخوانده سیاسی یک سهم‌خواهی شده و هر کدوم از این افراد عزیزی که معرفی شدن وابسته به دقیقاً همون پدرخوانده سیاسی هستند. از طرف مثلا وزارت کشور وابسته به حالا اسم برم بالاخره شما مدعی هستید که برخی از نامزدها منتسب به برخی از افراد سیاسی هستند. شما اصطلاح پدرخوانده به کار میبرید، من میگم افراد سیاسی. حالا اسم ببرید. افراد سیاسی از جمله آقای قالیباف مثلا هستند. برخی افراد آقای قالیباف منتسب مثلا شخصی که به عنوان وزیر کشور مثلا معرفی شده، آقای مومنی، جناب آقای دکتر مومنی. بله. و برخی حالا منتسب به آقای خاتمی هستند و از این جریان ها داریم می‌بینیم. و مثل کی منتسب به آقای خاتمی؟ عبور می‌کنیم. نفر بعدی اگر کسی دیگری به خاطرتون میاد. چون اسامی رو من ننوشتم. خیلی خوب، خیلی متشکرم. وقتتون هم تقریبا خاتمه پیدا کرده. من هم اطلاعات شخصیم در مورد آقای دکتر مومنی رو بازگو نمی‌کنم چون در موضع بی‌طرف هستم. امیدوارم آقای حضرتی در مورد پیشینه آقای مومنی و دوره دانشجویی ایشان با آقای پزشکیان اشاراتی داشته باشند که روشن بشود که آقای مومنی بیش از انتساب به آقای قالیباف منتسب به آقای پزشکیان هستند. خواهش می‌کنم شما بفرمایید. در این پیامکاتون داره میاد. خیلی متشکریم. 301177 استفاده می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد صادق رضایی، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه. اولی نکته رو بگم و وام بگیرم از حرف مهمان عزیز. ناامید نشدن رو حتما به جناب ظریف هم بفرمایید که آدم با اندکی بنبست سریع انصراف نمیده و مرحله رو ترک نمیکنه جایی که هستن. این نکته اول. نکته دوم، جناب ظریف اومدن توی شبکه 1 اگر اشتباه نکنم و یه سری مبانی رو اعلام کردن. ایشون گفتن که نوشتم که یادم نره ما شایسته سالاری حتما جزء مبانی ما هستش. جوانگرایی جزء مبانی ما هستش. توجه به زنان جزء مبانی ما هستش و حالا توجه به اقلیت‌های مذهبی. خب از این نکاتی که آقای ظریف گفتن ما می‌بینیم تقریبا دستاورد صفر بوده. یعنی چی؟ یعنی شایسته سالاری گفتن که با توجه به ایده مرکزی دولت. ایده مرکزی دولت چیست؟ کسی می‌داند؟ توجه به غرب. می‌خوایم مثل آقای روحانی 8 سال مملکت رو معطل غرب کنیم، ما می‌خوایم مثل آقای خاتمی آزادی اجتماعی بدیم، ما می‌خوایم مثل آقای احمدی نژاد عدالت رو مبنای خودمون قرار بدیم. دقیقاً نکته و اون مبنای دولت چیه که ما می‌خوایم افراد رو بسنجیم بر اساس شایسته سالاری. این نکته اول. نسبت به جوانگرایی که آقای ظریف گفتن، ایشون گفتن که آقا اگر کسی وزیری بوده باشه ما دیگه ایشون رو نمی‌ذاریم، در امتیاز منفی داره. خب ما الان می‌بینیم که خیلی از افرادی که معرفی شدن سابقه وزارت هم داشتن و ایشون وزیر بوده، مثلا آقای همتی. خب جزء وزرای آقای سابقه دار بوده تو زمان آقای روحانی. وزیر نبودن ولی آقای اسلامی وزیر. بله. خب و جوانگراهی هم که اگه بخوایم سنی هم بررسی کنیم صرفا 2 تا وزیر زیر 50 سال ما داریم. بقیه همه بالای 50 سالن. دوستمون گفتش پیرترین دولت رو ما الان داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. این بدی یا خوبه؟ این بستگی داره. ببینید جوانگرایی که مطلوب ماست اینه که طرف باید تخصص داشته باشه. بر اساس تخصصی که داشته و حالا سابقه‌ای که داشته ایشونو تو یک مکانی قرار بدن. حالا وزارت باشه جای دیگه که هستش. ولی این اتفاق نمیفته. یعنی اون بخش تخصص گرایی رو کنار میذارن دوستان. صرفا میگن که آقا یک جوان دهه 80 رو میذارن میگن ما جوانگرایی داریم. شما سالمندی رو حتما مترادف خستگی میشمارید. بله دولت خسته است.
کسایی که دهه اول دهه دوم بودن بعد برن کنار و بالاخره کسایی که تو دهه سوم دهه چهارم رشد انقلاب بودن اینا بعد بیان کار انجام بدن. دیدگاه شماست. معرفی فرمودین؟ بله متوجه نشدم. و فرمودین چی تحصیل می‌کنید؟ بله. علوم سیاسی. خیلی متشکرم. من در اون لحظه ذهنم غافل شده. من یه نکته هم به عنوان بحث آخر بگم. آقای ظریف گفتن توجه به زنان، حمایت از زنان. ما کلا تو کل کابینه پیشنهادی یک وزیر زن معرفی شده. خب میگم الان از این مبانی یک وزیر زن جوان معرفی شده و ما میبینیم که خب توجه به زنان اتفاق نیفتاده، دولت جوان نیست. من واقعا مثلا سواله، پس آقای ظریف چیکار میکردن دقیقاً؟ کی اومده دولت رو مشخص کرده؟ یه اگر زودی این نکته هم بگم، ما انگار برگشتیم به دهه 60. چرا؟ چون ما دهه 60 یک رئیس جمهور داشتیم و یک نخست وزیر و نخست وزیر مشخص میکرد افراد رو. الان ما از دهه 60 هم حس می‌کنم عقب‌تریم. یک رئیس جمهوری داریم. آقای رئیسی رحمت الله علیه، به غیر از سرکار خانم دکتر خزعلی و سرکار خانم پاد، ما کسی در جمع وزیران از گروه بانوان داشتیم؟ خیر فکر نکنم. نداشتیم. نکته اضافه می‌کنید؟ من اینو فقط بگم به عنوان تکمله بحثم. داشتم میگفتم که خانم پاد وزیر نبودند، جزء در واقع مشاوران و بدنه دولت بودن، وزیر نبودن. ما وزیر نداشتیم. خب داشتم میگفتم که دهه 60 ما یک رئیس جمهور داشتیم و یک نخست وزیر، اما حالا ما میبینیم یک رئیس جمهوری ما داریم و چندین نفر انگار نخست وزیرن و دارن دولت تعیین میکنن. یک طرف میگن آقای خاتمی، یه سری دیگه میگن آقای روحانی، بخش دیگه آقای عارف. خب مشخص نیست دقیقاً چه کسی داره دولت رو تعیین میکنه. اینم به نظرم باید پاسخگو باشن آقای پزشکیان. اینو مبتنی بر شرایط رسانه‌ای میگن. بله یعنی آقای ظریف میان صحبت میکنن. شما این دریافتتون از فضای مجازی و رسانه‌ای است. والا هرگز دولت چون این ادعایی نکرده است یا آقای پزشکیان چون این حرفی نزدن و هیچ کس مدعی نبوده. خیلی خوب، متشکرم. شما معرفی بفرمایید. به نام خدا. سلام خدمت دوستان و بینندگان. نسترن کاچری هستم، فارغ التحصیل رشته ارتوسپورتس و فعال حوزه سلامت. خیلی متشکرم. ببینید یک نکته که هستش، قطعا بحث جوانگرایی رو کسی باهاش یعنی مخالفتی نداره. یعنی توی هر ساختاری قطعا نیاز به نو شدن، نیاز به پوست اندازی هستش. توی بحث مدیریت کشور همین نیاز کاملا حس میشه. به نظر من که جوان‌ها میتونن مثل یک خون تازه‌ای در کالبد این ساختار تزریق بشن و ایفای نقش بکنن. اما توی حالا فهرستی که آقای پزشکیان معرفی کردن، خب ما 2 تا وزیر جوان رو معرفی کردن که یک نکته مثبتی که دارن، این افراد از بدنه و ساختار همون وزارتخونه‌ها رشد کردن و خب این به نظر نکته خیلی مثبتیه. و یک ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی. بله. و یک نکته که هستش اینه که خب اینها در حوزه فعالیتشون توانمند هستن. یک نکته که هستش این همین 2 مورد یک نمونه خوب جانشین پروری و مدیر پروری هستش به نظر من. یک نکته بعدی هست که این هستش که ما خب تماما الان مثلا شما میگید که من مسئولیت اداره یک کشور رو به عهده گرفتم، خب با جوانگرایی هم موافقم، پس تمام افراد رو از افراد جوان استفاده میکنم. اما خب این جوانگرایی بر اساس توانمندی های آدم ها استفاده میشه، یعنی جایگزین کردن افراد توانمند، افراد جوان توانمند، نه اینکه حالا صرف چون جوان هستن ازشون استفاده بشه. به نظر من اگر فردی مسن باشه، مسن‌تر باشه، اما بتونه جانشین پروری کنه، مدیر پروری کنه و تجربیات خودش رو به نسل‌های جوان‌تر انتقال بده و همینطور دغدغه‌های جوان‌ها هم بهش توجه کنه، به نظر من یک بخش زیادی از همین بحث جوانگرایی رو اهداف جوانگرایی رو تامین کرده. متشکرم. پس برخلاف دوستان شما حسن ظن دارید و معتقدید که اتفاقات خوبی افتاده، از جمله جوانگرایی در اندازه حضور 2 وزیر پیشنهادی جوان. متشکرم. شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عارف فلاحی ام، دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان و دوستان. سریع میرم اصل مطلب چون وقتم کمه. 3 تا نکته اول دوستان گفتن که من لازم دیدم پاسخشون رو بدم. یکی اینکه می‌فرمایند خروجی شبانه روز کار کردن آقای رئیسی نتیجه شد که مردم نگفتن به اون روند و اون سیستمی که می‌خواست ادامه پیدا می‌کنه و اون راه رو انتخاب نکردن، راه دیگری انتخاب کردن. شبانه روز کار کردن زیاد مهم نیست، نتیجه داشتن و نتیجه مصر بودن مهمتره.
بحث منتسب بودن به افراد رو میفرمایند که خب هر آدمی رو ما شخصیت رو انتخاب کنیم بالاخره به یک جا منتسب هستیم. به خاطر ضعف کمبود و مشکل حزب توی مملکت ما هست که خیلی بهش بها داده نشده، که به نظرم خیلی مشکل حادی نیست که بخوایم بهش بپردازیم. دوستمون هم فرمودن یه دونه وزیر زن چرا کمه؟ شما به همراه ما تلاش کنید که مجلس به همون یک وزیر زن هم رأی اعتماد بده، انشالله خودش یک گام به جلو هست. خب خودتون پس الان تخصص گرایی خیلی مهمه. تخصص و تجربهشون هم که مناظره رو به بخش بعد موکول کنید. چرا فکر کردی لازمه حتما دوستان رو چون یک سری مباحثی مطرح میشه باید بالاخره اون مباحث پاسخش داده بشه. این وظیفه میدونی که حتما پاسخ بدی. آره خیلی خوب. دیدگاه خودت هم لطفا بازگو کن. دیدگاه خودم من تو 3 بخش میخوام بگم. یکی در مورد جوانگراییه، یکی کلا کابینه هست و یکی هم صحبتی با خود آقای پزشکیان هست. بحث جوانگرایی که وقت اندکی باشه. آره نه فقط یه مطالبه کلی باید باشه، یک الزام و یک ضرورت برای حکمرانی و ادامه حکمرانی کشوره. چون ما دیگه نیاز به تربیت نیروهای جوان داریم. اگر دولت اول انقلاب رو نگاه کنیم میانگین سنی 39 سال بوده. هرچی این انقلاب رشد کرده، دولت‌ها عوض شدن، این میانگین سن کابینه هم رفته بالا. یعنی یک سری افراد نه میخوام بگم که یک سری افراد توی پست‌های مختلف جابجا شدن و فضا رو واسه بقیه باز نکردن. واسه همین این دو مسئله است. این که اساساً مدیریت مثل ماده از وضعیتی به وضعیتی تبدیل می شود، پستی به پستی عزیمت می کند، یه نقده. این که ما یه مدیر جوان داشتیم حالا شده کار کشته، صرف کهنسال بودن حذفش کنیم، یه بحثه. این بده یا خوبه؟ ببین ما الان با توجه شرایط الان باید تحلیل کنیم دیگه. نیروی جوانی که شاید در سطح وزارت بخوایم معرفی کنیم، وقتی میگم شاید 2-3 نفر بیشتر نباشن. انقدر میگیم جوانگره، حالا لزومی هم نداره حتما جوان بیاد یا زنان یا اقوام و اقلیت بیان در سطح وزارت خونه. از الان باید دولت دکتر پزشکیان این فضا رو باز کنه. اصلا وفاق ملی یعنی همین، یعنی راه دادن، میدون دادن به جوان‌ها، به خانم‌ها، به اقلیت‌ها و حتی به اقوام مختلف. میشه بگی که کادرسازی در کشور کجا باید اتفاق بیفته؟ از وزارتخونه‌ها شروع میشه، در سطح معاونت وزرا، بعد میریم به مدیر کلا، استانداری‌ها، از پایه باید شروع بشه. فکر کردم خواهید فرمود احزاب، چون ادامه صحبتم همین بود. چون ما ضعف احزاب داریم. اگر ما احزاب قوی داشتیم الان کادرسازی هم اتفاق افتاده بود. بپردازیم به بقیه دیدگاهاتون. وقتتون هم 1 دقیقه باقی مونده. من بحث کابینه رو بخوام باز کنم. ببینید ما که با آقای دکتر پزشکیان رأی دادیم و شبانه روز تلاش کردیم که ایشون انتخاب بشن، به چشم یک قهرمان ملی که بهشون نگاه نکردیم که بیاد ظرف 3 ماه 4 ماه کل مسائل رنج‌های ما رو بتونه حل کنه. حالا که یه اتفاقی افتاد 2-3 تا اسم مخالف ما یا منتقد بودیم بگیم ما ناامید شدیم و بذاریم کنار قضیه رو. ببین فضای جامعه ما یک فضای به شدت متفاوت با همه دوران هاست. ما از یک سو یک مردمی داریم که دلخورن، رنجیده خاطرن و یک نسلی داریم که مطالبات بسیار آرمانگرایانه دارن، کما اینکه صبرشون هم خیلی کمه. یک طرف هم یک حکومتی داریم، یک حکمرانی داریم با یک نظام ایدئولوژی که گاهن یک مقدار متعصب بوده و گاهن ناتوان بوده توی یک سری از مسائل. دو تا افتادن دو لبه این قضیه، به یک جایی داریم میرسیم که زبون همدیگر رو دیگه متوجه نمیشن. انتخابات و مشارکت میتونست این نتیجه رو به ما بده. کم کم دارن زبانها از هم دور میشه. رئیس جمهور و دولت 14 وظیفش وفاق و همگرایی و نزدیک کردن زبان این دوتا گروه به همدیگه، همسو کردن اینها به همدیگه است. مسئله کابینه هم که الان اعلام شده، خود آقای پزشکیان گفتن ما قراره اول آشتی ملی ایجاد کنیم، بحث مشکلات داخلی خودمون رو حل کنیم، بعد بریم به سراغ مشکلات خارجی. من اگه اجازه بدین. وقتتون تمام شده، عذرخواهی میکنم. خیلی متشکرم. پس تاکید فرمودید که اساساً دولت آقای دکتر پزشکیان دولت رفرم نیست، بلکه دولت اتحاد و وفاق است میان حاکمیت ایدئولوژیک و بدنه‌ای که از تنگناهای معیشتی و اقتصادی رنج میبره. درست عرض کردم؟ سپاسگزارم. خواهش میکنم ما رو تماشا کنید. از مثلا اکثریت، حالا ما که تو ایران اکثریت اقلیت نداریم، ما همه مجموعه هایی هستیم از
چیزهای مختلف. اما اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی یعنی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرید. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروه هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده کنیم. فرصت خلق امید و وفاق برای عبور از تنگناها و بحرانهای پیچیده پیش رو و فرصت اصلاح برخوردهای ناپسند قدرتمندان جهان با مردم دلاور ایران. فرصت برآمده از انتخابات میدان جدید همراهی و همکاری ملی در درون حکومت، میان حکومت و جامعه و درون جامعه است. دولتی که با رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عهدهدار مسئولیت اجرایی خواهد بود، دولت وفاق ملی. اولویت ما در واقع نگاهی است که آقای دکتر پزشکیان داره. دولت ما دولت وفاق ملی است، دولت انسجامه، منتها با رویکردهای جدید و خردمندانه استفاده از دانشمندان، نخبگان در اداری امور کشور. تو چرتکایی که میندازید برای جوانگرای دولت، ایشون جز جوانها حساب بیارید. واقعا روحیه جوان با انگیزه، با نشاط که جا در مورد ایشون تعریف نمی‌کنه، در مورد من باید باز تعریف کنیم. ما با اتحاد، با وفاق میتونیم مشکل رو حل کنیم، ولی با اختلاف و دعوا حتی اگه آدمای خوبی هم باشیم قابل حل نیست مشکلاتی که داریم. دولت محترم بر اساس اجرای اصل 130 قانون اساسی لیست وزرای پیشنهادی رو به شرح زیر جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کردند به ترتیب حروف الفبا. متشکریم که به طور مستقیم برنامه به اضافه یک رو از شبکه 3 تماشا می‌کنید. تحصیل کردگان و دانشجویان ارجمند دیدگاه‌های خودشون رو بازگو کردند. جناب آقای حضرتی مطالبی رو که به نظرشون مهم و اساسی هست مجمل بازگو میکنن. من هم چند پرسش رو مطرح خواهم کرد. خواهش میکنم. خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که برنامه‌ای که درش فرزندان من، دختران گل من و پسران عزیز من حضور دارن، در کنار هم با مردم عزیز ما صحبت میکنیم. انتخابات دور 14 خب با اتفاقی که برای مرحوم شهید رئیسی پیش اومد خیلی زودرس انجام شد و شروع شد. خیلی انتخابات کپسولی بود، برخلاف انتخابات های قبلی که معمولاً 4-5 ماه هم آماده بودن ستاد تشکیل بدن، اقداماتی بکنن. اینجا جمعاً 30-40 روز بیشتر وقت نبود. خیلی فشرده بود. خیلی فشرده بود. خیلی فشرده. منتها چند تا اتفاق خیلی مهمی در این انتخابات پیش اومد که به نظر من برای مردم ایران باید تبریک گفت. اولین اتفاق شروع یک جریان اخلاق مداری، دین مداری، استفاده از استنادات و آیات الهی، قرآن، استناد به نهج البلاغه و آوردن قرآن و نهج البلاغه و دین به صحنه اجتماع و بین جوانها که مدت‌ها بود این قصه برای تمام دیندارا بود که یک فضای دینگریزی از دین و عدم رجوع به قرآن و انجام ندادن احکام دینی در سطح وسیع داشت متاسفانه شیوع پیدا می‌کرد. اولین قدم را جناب آقای دکتر پزشکیان به نظر من خداوند لطف کرد. یک فضای اینگونه ایجاد شد که الان تعداد افرادی که من از کتاب فروشه گاهی همچنین شانسی میپرسم، میگن تعداد کسانی که مراجعه میکنن نهج البلاغه میخرن خیلی زیاد شده. کلاس‌های نهج البلاغه رونق پیدا کرده. رهبری بزرگوار ما هم در اولین جلسه به جوانها توصیه کردن که نهج البلاغه را جزو برنامه‌هاتون قرار بدید. یعنی ایشون هم احساس کردن یه فضای مستعدی برای این توصیه پیش اومده. درست. و اخلاق را در مناظره ها هم در واقع پایش گذاشت، برخلاف دورهای قبل که همه میخواستن پای همدیگه رو بگیرن، خلاصه بر علیه همدیگه اسناد منتشر کنن،
بد اخلاقی‌های وحشتناک در انتخابات باعث میشد که این بد اخلاقی منتشر بشه در بطن جامعه و واقعا از گذشته خیلی کمتر بود. خیلی اصلا نبود. به نظر من یکی دو مورد جزئی اصلا نبود، همه خیلی با احترام کاندیداها با هم دیگه. یکی دو نفرم خواستم وارد این فضا بشن، خیلی دو سه تا از کاندیداهای دیگه اصلا جواب ندادن به اونها خنثی شد، تیرشون به خطا رفت. ولی مجموعاً یه فضای اخلاقی و احترام و کرامت در این انتخابات، این خودش یک دستاورد مهمی بود. موضوع سوم که البته این بحث اخلاق ساری جاری هم هست، یعنی الانش هم که آقای دکتر پزشکیان داره هیئت دولت تشکیل میده، من اونجایی که خبر دارم، البته منم از دور خبر دارم، نه من سخنگو هستم، نه عضو هیئت دولت هم، نه وزیر کاندیدای وزارتم، بلکه من یک علاقمند و یک کسی که خوب این پروژه رو کمک کرده به یه جایی رسیده، لحظه به لحظه قضایا رو رصد میکنم. الانش هم آقای دکتر پزشکیان به تمام وزراش پیشنهاد داده، توصیه کرده و دستور داده که هر کدوم رأی آورده کسانی با من باید کار کنن، باید اخلاق رو رعایت کنن. این گونه نباشه که بیان بگن ما یک خرابه رو تحویل گرفتیم، که یک کلمه تکراری در همه ادوار بوده. هر کس اومده، رئیس قوه قضاییه اومده قبلی گفت خرابه رو تحویل گرفتم، وزیر اومده گفته خرابه رو تحویل گرفتم، گفته که شما حق ندارید بر علیه گذشتگان صحبت کنید، کارتون انجام بدید. درست. شما نهید بگید که امروز ارز رفته بالا، مقصر 3 سال گذشته است. من جسارت میکنم فقط بورس اومده پایین، مقصر تحلیل الان میرسم پیشنهادی برسیم. اخلاق ساری شما آیه مشورتی صورت گرفت برای انتخاب وزرا؟ الان عرض میکنم. آقای پزشکیان مورد سومی که طرح کرد در کشور فعلا جایی نداشت، اون این بود که گفت من دولتی میخوام تشکیل بدم که تعامل را در واقع تجلیش باشه. درست. و در داخل من بتونم یک ارتباط و یک اتصال و یک شراکت بین همه جریان‌های درون انقلاب ایجاد بکنم. دنبال خالص سازی نیستم که بگم این نه اون نه، این حذف میکنم اون حذف میکنم، حتی استاد دانشگاه، دانشجو، تشکل‌های دانشجویی، نمیدونم اعضای هیئت‌های علمی، نمیدونم اعضای هیئت‌های شرکت‌های مختلف، هیئت مدیره شرکت‌های مختلف، بخشدار تا رده آخر میخوام پاکسازی کنم. نه، من میخوام این کشور رو با مشارکت همه احاد، فعلا در سطح جریانات سیاسی همه، در سطح مسائل اقتصادی و مسائل پیشنهادی همه رو، ولذا بر همین روال اومد بعد از انتخابات و بعد از پیروزی یک جریان مشارکتی همگانی برای اولین بار ایجاد کرد. میتونست مثل بقیه دولت‌های قبلی، حقش هم بود، کسی براش ایبیراد هم نمیگرفت که بیاد در یه پستویی، در یه اتاق در بسته‌ای با 30-40 نفر از رفقای خودش، اعضای ستاد خودش، تیم خودش یک هیئت دولت انتخاب کنه، مثل اینکه دیگران در دوره‌های قبلی این کار انجام شد. این حق رو داشت، ولی اما این حق رو واگذار کرد. یک جریان مشورتی مفصل، فکس دادن، ایمیل دادن، یه ارشد شما شماره تلفن دادن که احاد ملت از تمام احزاب مخالف، موافق، رقیب، از همه، با جناب عالی و دیگر اصلاح از بنده، بله، از حزب ما نامه نوشتن رسما، همینطور که به حزب معتلف، حزب اعتماد ملی، من چون دبیرکل اونجا هستم در کنار دوستان، همینطور که به ما نامه نوشتن که آقا افرادی که پیشنهاد میکنید، افرادی که مد نظرتون هست، فکر میکنید مفیدن، در کشور میتونن موثر باشن، به حزب معتلفه مقابل هم، به همه احزاب. اسم شما هم جزو نامزدهای اولیه بود، یعنی توی فضای رسانه‌ای اسم شما به عنوان نامزد وزارتخانه مطرح شد. همینجوری تو فضای رسانه‌ای میگفتن، حقیقت نداشت. اینقدر از این چیزا تو فضای مزاج حزب اعتماد ملی به عنوان یکی از احزاب اصلاح طلب شناخته شده، آیا از کابینه معرفی شده راضی است یا نه؟ من الان اینجا عرض میکنم، این مدام برای همین است صحبت کنم با شما. آقای پزشکیان یه جریان مشورتی وسیع رو انداخت و یه بخشش که همین جریان کمیته ها و گروه های مختلف و یه بخش هم با اشخاص و شخصیت هایی که بودن مرتب نفر پیشنهاد میدادن، با جریانات مختلف اتصال ارتباط ایجاد کرد. میتونست یک دولت کاملا اصلاح طلب خالص خلص معرفی بکنه. هیچ کس برایشون آقای پزشکیان در یک شخصیت اصلاح طلبه، برخواسته از جریانات اصلاح طلبه. انتظار شما همین نبود؟ کاندیدای نخیر، کاندیدای حزب اعتمادی ملی و جبهه اصلاح طلبان هست و بقیه احزاب اومدن حمایت کردن ازش و خب میتونست فقط جریان یک هیئت دولت فقط و فقط اصلاح طلب معرفی، ولی این کار نکرد. اومد گفت که من میخوام همه دولت‌های گذشته، از دولت آقای خاتمی گرفته، از دولت آقای حتی دولت میرحسین موسوی گرفته، افرادی که اونجا بودن، دولت آقای
احمد نژاد گرفته، دولت آقای روحانی گرفته، دولت مرحوم همه شهید رشیدی، آدمای خوبشون رو میخوام یه بررسی بکنم. یه درسته یه تیمی از گذشته رو بررسی کنن. اگه آدمایی که اونجا خوبن، تجربه خوبی دارن، چرا ما استفاده نکنیم؟ بله. و لذا این دولت الان بخشش یکی از ایرادهایی که تو فضای مجازی گرفته میشه توسط تعدادی از افراد، میگن چرا ترکیبیه؟ چرا افرادی از جریانی که مقابل آقای پزشکیان بود اومده تو هیئت دولت، خودش هم توییت زده، علیه آقای پزشکیان هم توییت زده. بله. این آقا شده وزیر. چرا این کاری کرده؟ قبل از اون این چه رویه‌ایه؟ قبل از اون اعتماد ملی آیا از کابینه موجود رضایت دارد یا خیر؟ ما از کابینه موجود کامل دفاع میکنیم. بله. کامل تمام قد دفاع میکنیم. البته پیشنهاداتی ضعف‌هایی هم می‌بینیم براش. اون ضعف‌ها وجود داره. هر ترکیبی این باشه طبیعیه میتونه ضعف‌های وجود داشته باشه. عرض من تمام بشه. خواهش می‌کنم بفرمایید. الان آقای خسروی، مردم عزیز، یک آزمون بزرگ در مقابل تاریخ ایران، حاکمیت ایران و مردم ایران قرار گرفته. یک آقای اومده گفته که دموکراسی به معنای حاکمیت مطلق اکثریت نیست، بلکه اکثریت با کمک اقلیته. رقبای خودش هم آورده تو کابینش 2 نفر 3 نفر هستن. اینم یکی از ایراداتی که مرتب الان دارن سمپاشی میکنه. آقا این چه هیئتی، تعداد زیادی افراد اصلا ایراداتشون همینه. اومده گفته من قولی که در تلویزیون دادم، در مناظره دادم، این کار انجام دادم. الان توپ در زمین مجلس است که اکثریتش اصولگراست. من سوالم ببینیم آیا اونها هم به این نیاز زمانه واقف هستن که بیان مردانگی به خرج بدن مثل مجلس مثل مجلس پنجم منعقد نمیشه. من نمیذارم من صحبت کنم. مثل مجلس پنجم که به دولت آقای خاتمی کامل رأی داد، آقای ناطق به عنوان رئیس مجلس رقیب آقای خاتمی بود، ولی یک دست به همه کابینه رأی داد. آقای خاتمی همه وزرات تایید میکنیم، برو ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. خب الان موضوع ما رفتار مجلس ما به ازای پیشنهاد آقای دکتر پزشکیان و دولت نیست، اما موضوعمون این است که بالاخره آقای پزشکیان یه خشتی رو بنا نهاد به عنوان شورای راهبری که من آخرش هم نفهمیدم این شورا راهبردیه یا راهبریه. راهبری. آره، چون به هر دو روایت در فضای مجازی بود. شورای راهبری. شورای راهبری. آقای دکتر ظریف آمدن و صحبت شد و همونطور که بچه‌ها گفتن یه سری نکاتی مطرح شد. چرا آنچه آقای دکتر ظریف گفتن و آنچه برنامه بود که اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده؟ شما صحبت‌های من اگر قول میدید قطع نکنید من جواب بدم. اگر طولانی نفرمایید من حتما مزاحمتون نمیشم. این کابینه که آقای پزشکیان معرفی کرده، چون مسئولیتش با پزشکیانه. بله. تمام فرایند، تمام شخصیت‌ها، تمام احزاب، از چپ و راست و همه گروه‌های اعتدالی و وسط و مستقل و غیر مستقل، همه جنبه مشورتی دارن. بله. ایشون در نهایت پاسخ به طبق قانون پاسخ به این قضیه است و خودش هم انتخاب کرده، مسئولیت هم با خودشه. شخصیت‌های مختلف چپ و راست مستقل همه توصیه‌هایی داشتن، مشورت‌هایی دادن. به نظرم یک کابینه خیلی خوبیه. افرادی تو این کابینه هستن که جزء افتخارات این کشورن. شما شخصی مثل ستار هاشمی رو دارید، این نابغه است. بله. نابغه است آقای. بله. دکترای هوش مصنوعی داره. بله. اینجوری هم نیست تا دیروز از دانشگاه شریف فقط فارغ التحصیل شده باشه، بلکه سالهای سال کار کرده. بله. در حد معاونت آقای آذری بوده، در حد قوه قضاییه کار کرده. یک رزومه بسیار قابل دفاعی داره. شما آقای دکتر ظفرقندی رو دارید در عالم پزشکی و در دنیای پزشکی جزء افتخاراته. یعنی همه پزشکا بهش مینازن، میگن آقا این جراح درجه 1 فوق تخصص و پروفسور این رشته از خودش. درست. شما افرادی دارید مثل همین خانمی که دوست ما گفتن که رأی نباید بیاره و من واقعا متاسفم. شما جوان خیلی خوبی هستید. از اون طرف میگه چرا زنها رو نذاشتن؟ الان همین 2 تا زن تا اینجای کار 2 تا زن هست. خانم آذرافزا به عنوان معاونت امور زنان و همینطور خانم صادق به عنوان وزیر راه ترابر. یه خانمی که تعبیری که دوستان اصولگرایی که قبلا تا الان هم تو وزارتخانه هستن میگن به اندازه 4 مرد توانایی داره. 4 مرد توانایی داره. من وارد صحبت شما نمیشم ولی اجازه بدید بچه‌ها وارد صحبتتون بشن. ببخشید. آقای طیب نیا تو این مجموعه هست که واقعا به شما بگم جزء مفاخر این کشوره. بله. جزء مفاخر در اقتصاد. تقریبا بعد غیر از اون مینای 2-3 نفر اگر 5 نفر در این کشور پیدا کنیم بگیم که در اقتصاد نامبر 1 هستن، نفر اول هستن، یکی آقای طیب نیاز. یعنی شخصیت‌های وارد مجموعه شدن. بله 2 نفر هم مثلا امکان داره شما از فلان جا بود آدمای مستقلی هم هستن، شناخته شده نیستن.
همین آقایی که ایشون اسم بردن، آقای وزیر کشور، این آقای وزیر کشور تازه که از راه نیومده که سالهای سال داره کار میکنه، تو وزارت کشور داره کار میکنه، در امنیت این کشور داره کار میکنه، در مسائل مواد مخدر این کشور داره کار میکنه، جزئی از وظایف وزارت کشوره. بقیه وزرا هم به هم میشه مجموعه وزرا، اکثریت فوق العاده قوی، یک اقلیت متوسط 2-3 نفر، یکی 2 نفرم ضعیف هستن. ما انتقادمون به این هست، خود ما هم انتقاد داریم. جوان‌ها تعدادشون اینجا 2 نفر 3 نفر 4 نفر هست. اگه جوان البته تعریف‌های متفاوتی داره، منم خودم الان جوان میدونم و حاضرم با شما تک تک مسابقه بدم. از ساعت 6 میرم دفترم، یه روزنامه نگارم بیش نیستم، از ساعت 6 میرم دفترم تا ساعت 12:30 هم دارم کار میکنم، چه در خونه باشه، چه در دفتر باشه، چه در روزنامه باشه، دارم کار میکنم، مرتب در حال کار کردم. خستگی هم من 25 سالم دیگه، امسال شدم 25 سال ماشاءالله. و بقیه دوستان همجوری. و اینجوری نیست که شما بگید آقای دکتر آقای رئیسی که ما بهش فوق العاده احترام، چه زمانی که زنده بودن احترام قائل بودیم، چه زمانی که شهید شدن همچنان به نیکی ازش یاد میکنیم. در اصل این مردم اومدن تعدادی از افراد، آقای خسروی کلام منعقد بشه، اجازه بفرمایید کلام منعقد بشه. آقای مردم رأی دادن، اونایی که هر روز قسم می‌خوردن ما رهرو آقای رئیسی هستیم، اونا رأی ندادن. در صورتی حالا با تمام کارنامه‌ای که شما دارید ازش دفاع می‌کنید، ما با همه این نکات که فرمودین، آقای ظریف چرا رفتن؟ آقای ظریف باید از خودشون بپرسید. یه گلایه‌ای داره، شما به عنوان یک روزنامه نگار از رفتن آقای ظریف، اون هم درست بعد از معرفی کابینه، چیه؟ یه گلایه‌ای داشت راجع به این که از افرادی که از شورای راهبردی رفتن کمتر استفاده شده یا همش استفاده نشده. خب اونم جز اختیارات آقای رئیس جمهور بود. مسائل جزئی دیگه هم بود که الان خودش مسئله نبودم. من خیلی وارد این داستان نمیشم، چون آقای ظریف جزء مفاخر این کشور، شخصیت بسیار اندیشمند، بسیار مؤثر، جزء سرمایه‌های بزرگ این کشور. واقعا اگر کسانی قدر آقای ظریف ندونن، آقای ظریف رفته دانشگاه، همین امروز 3-4 تا توییت پشت سر هم زد در کنار پزشکیان هست. من برمیگردم به دانشگاه. من میخوام بدونم آخرین باری که اومدن دانشگاه کی بوده؟ سال 98 اومدن تو دانشگاه. من جز اولین نفراتی بودم که در کنار آقای پزشکیان بودم. امروز برگشته به روزنامه دیگه، همه قرار نیست. سال 98 آقای ظریف میان تو دانشگاه در جمع دانشجو و بعدم میخوان خارج بشن تو دانشگاه امیرکبیر، دانشگاهی که ما هستیم، از پشت جوری میرن که اصلا دانشجو نبیننشون. چرا در جمع دانشجو حاضر نمیشن؟ ما الان بحث میخوام برگردم به ظریف. درس کردم آقای ظریف اینقدر بزرگه که ان شاء الله در موردش باید مفصل یه جلسه مستقل من یک نکته رو بگم، شما چون بنده رو خطاب قرار دادید. ببینید بله وزیر زن هستن، خیلی هم خوب، ولی سابقه ایشون چی بوده؟ ایشون شما گفتین از بدنه اومدن. از کدوم بدنه اومدن؟ بدنه آقای عباس آخوندی، کسی که میگفت من با افتخار مسکن نساختم. این چه بدنه؟ یعنی میخوایم باز مردم بزباش کار میکرد، با آخونده کار نمیکرد. کی اومدن با اتفاقا بسپاشون کنار گذاشتن. آقای بسپاشون کنار گذاشتن. نه نکته اینه بود کنار گذاشتن. اگر قرار میخواین باز آخوندی امثال آقای آخوندی بیان روی کار که با افتخار بگن ما برای شما مسکن نساختیم، بله مجلس موظف است به اینا رأی بده. شما یک مقالطه همیشه میکنید اصلاح طلب معمولا اینطوریه. من یک نکته رو بگم. آقای اسلامی مگر با آقای دکتر روحانی کار نکردن؟ بله. آیا به این معناست که دیدگاه‌های سیاسی ایشان الزاماً منطبق بر دیدگاه‌های سیاسی آقای روحانی؟ نه، حرف شما رو قبول دارم به طور کلی. خب من دارم میگم آقا ایشون دست پرورده کسی است، خب که می اومدن تو تلویزیون با افتخار میگفتن آقا ما مسکن مهر نساختیم، مردم تصادف ریلی شده، خب مردن، بیمه داشتن. یعنی باز ما قراره با این افراد مواجه بشیم؟ یعنی چون ایشون زنن مجلس بعد به ایشون تایید رأی اعتماد بده؟ همکاری با یک فرد به معنای این است که دست پرورده اوست. من نمیخوام موضع گیری کنم، در سطح بالا این همکاری اتفاق افتاده. ببینید حکمی میدی اینجا که به سبب اینکه چند صباحی ایشان معاون آقای آخوندی بودن، گرچه بعداً معاون آقای بزپاش هم بودن، کنار گذاشته شدن. نکته این است، ببین شما نمیتونید کسی و رفیق خودتون در نظر بگیرید و بعد بگید هیچ نسبتی بین نظام فکری من با ایشون نیست. این حرف غلطیه. ایشون مسئول معاونت بودن تو اون زمان. این نکته اول من بگم. نه من یه نکته دیگر بگم. من یه بحث نصف موندش آقای خسروی. این مطلب آخر من بگم، بعد ایشون در اختیار دوستان هستیم. ببینید من خطابم اینجا صحبتم با مردم، بعدش بگو، با مردم عزیز ما، فعالان سیاسی و نخبگان هست که بعضیا دلخورن از اینکه آقای پزشکیان مثلا یک هیئت دولت متناسب با دلخواه اونا رو فراهم نکرده، انتقاد دارن.
گاهنم ناراحتن، عصبانی هستن بعضیا. رابطه ما با آقای دکتر پزشکیان رابطه وزرا نیست. ما کاری با وزرا نداریم. مثلا ما با آقای پزشکیان یه عهد پیمانی بستیم راجع به مطالباتی که مردم دارن. آقای پزشکیان هم وزراش هر که حسن باشه یا حسین باشه باید در جهت تحقق این مطالباتی که با مردم البته قول نداده، تنها کسی بود که قول نمیداد، ولی در صحبتاش به شکلی تجلی پیدا کرده. راجع به فیلترینگ صحبت کرده، راجع به بحث برخورد با زنها تو خیابانا صحبت کرده، راجع به بحث سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرده، راجع به FATF صحبت کرده، راجع به تحریما صحبت کرده، راجع به روابط خارجی صحبت کرده، راجع به تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و ایرانیا صحبت کرده، راجع به تولید صحبت کرده، راجع به کارشناسی صحبت کرده. بخش زیادی از اینا ربطی اصلا به هیئت دولت نداره. موضوعات حاکمیتی هستند. آقای پزشکیان ما از روز اولم بهش خواهش کردیم، الان هم همچنان مطالبه ما ازشون اینه که این در سطح فراتر از هیئت دولت، در سطح سران سه قوه، حتی در مواجهه و صحبت کردن و ارتباط خوبی که با رهبری ایجاد کردن، با کمک رهبری و با حمایت رهبری، این موضوعات باید حل بشه. جنبه اجرایش برای با هیئت دولت. من میخوام بگم که پیامک میدن که اجازه بدید دانشجو صحبت. اشکال نداره، من با دقت گوش میکنم. بحث آقای پزشکیان بحث فقط وزرا نیست، بلکه مطالباتی که به مردم قول داده، مطرح شده، صحبت شده، این مطالبات در سطح بالاتر از هیئت وزیرانه. من خواهشم اینه که ذهنشون رو خلاصه نکنن. ما با آقای پزشکیان شروع کردیم 4 سال و انشالله بعداً 4 سال 8 سال در کنارش هستیم، پشتش هستیم، برای اینکه انسان صادقی راستگو هست. یعنی آقای حضرتی به مردم میگن آی مردمی که به آقای پزشکیان رأی دادید، آقای پزشکیان رو فارغ از هیئت دولت تحلیل کنید؟ نه، میگم هیئت دولت هم یکی از موضوعات، ولی همه مسائل کشور ما در حد هیئت دولت نیست. مسائل ما اینقدر انباشته شده و پیچیده شده، حتما فراتر از هیئت دولت باید حل بشه. اگر حل نشه این داستان و این کاروان همچنان تکرار من موشکافی نمی‌کنم، ولی در مورد مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن ضریب تاثیر هیئت دولت و وزرا و اینا باید حرف بزنیم، و الا اصلا چه لزومی داشت که هیئت وزیران پیشنهادی این همه به چانه زنی منتهی بشن؟ شما بفرمایید فیلترینگ در اختیار وزیر ارتباطاته؟ خیر، نه. بحث نحوه نیست. بحث نحوه مواجهه با بی‌حجابی و بدحجابی در اختیار فرماندهی انتظامیه که تصمیم بگیره. خب پس چرا رئیس جمهور پزشکیان؟ شورای عالی فضای مجازی این هنر رو آقای پزشکیان باید این هنر رو داشته باشه، بتونه نوع تعامل خودشو 1 با مردم، 2 با نخبگان، 3 با رهبری و با حاکمیت به شکل تنظیم بکنه که بره به سمت پیدا کردن راه حل برای این گره‌ها. این گره‌های نظامه. آقای حضرتی، شما مناصب رئیس جمهور رو فقط به عنوان رئیس جمهور میشناسید. ایشون رئیس شورای عالی فضای مجازی هست، رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، همه ریاست‌ها رو داره. چرا فکر می‌کنید از اختیاراتشون خارجه؟ مگر کسی جز شورای عالی فضای مجازی در مورد فیلترینگ فضای مجازی تصمیم میگیره؟ خیر. ببین یه سری مسائل هست که اصلا مسائل مثل همین فیلترینگ یا مثل همین بحث حجاب و گشت ارشاد، نه اصلا مسائل نیست که با 2 تا صحبت و 2 تا توییت و سخنرانی توی مجلس اینور بتونیم این مسائل حل کنیم. پس چرا آقای جرمی راه حل کردن این مسائل همونجا که راه حل مشکلات خارجیمون برجام خارجی بود، گفتگو و مذاکره بود، تو این مسائل داخلی رو هم باید با گفتگو، با توافق با حاکمیت انجام بدیم. فقط حاکمیت که ریاست جمهوری ما تقریبا 2/3 تصمیم گیرنده‌های حکمرانیمون انتخابی که نیستن. من اول صحبتم گفتم باید اون فضای گفتگوی این نسلی که مطالبات آرمان‌خواهی داره با این حاکمیتی که یک مقدار تفکرات ایدئولوژیکی متعصبانه داره، این بیاد زبون اینا رو به هم نزدیک کنه. جمهوریت رو الان زیر سوال میارید. 2/3 مناسب ما انتصابی هم متوجه نمیشن. دیگه نمیشه نام ببرید. بفرمایید. نیست رو قبول نکنید. بگید. هم من میدونم هم شما میدونید. وزیر ارتباطات تو کی مشخص کرده الان؟ رئیس جمهور. خب پس دیگه وزیر ارتباطات دیگه از این
چی میخواین شما تو حوزه فیلتری؟ شما انگار میخواین یه چیزا رو نادیده بگیریم. خب شما بگید ما دیده بشه ما ببینیم حداقل یک سری تصمیم ها از ناحیه حکومت من سوال میپرسم این حکومت فقط چرا آذری جهرومی توییت میزدن قبل از انتخابات الان هیچ خبری ازشون نیست. دولت نسل زدی که ایشون گفتن تبدیل شده به دولت پدر بزرگای نسل زد. چرا توییت نمیزدن ایشون؟ دولت نسل مردم دفاع کرد بعد از انتخابات هم حتی دولت 50 ساله پدر بزرگ من اصلا اینا کمتر از گذارا. آیه شروین حاجی پور توییت گذاشت و موضع گرفت. خیلی زحمت کشیدن. میخوام بگم مسئله اول کشور ما الان میگین رفت کنار میگم پشت مردم هنوز هست. اتفاقا کسی که هنوز همچنان پشت مردم هست کردن دیگه. پشت مردم هست آقای آذری جهرومی. ببین مسئله ما مسئله اصلاح طلبی و اصولگرایی نیست که این شخص و اون شخص داریم میکنیم چرا این نفر منتسب به فلان نفره. ما همین دعوا رو داشتیم که الان کار وضعیتمون به اینجا رسیده. وضعیت زندگی مردم مشکل ما ثبات اقتصادی امنیت ایرانه. تفکرات 32 سال اصلاحات سر کار بوده آقای محترم. 32 سال اصلاحات سر کار بوده. استفاده کنید ایشون رو مخاطب من یه نکته بگم خطاب آقای حضرتی. ببینید دانشجو صحبت کنه من ساکت موندم که آقای حضرتی اصلاح طلب ها همیشه یه کاری انجام میدن. توپ رو تو زمین اصولگرا و مجلس بیچاره میندازن. آقا شما مگه نمی‌دونید 2 نفر ضعیفن؟ آقای پزشکیان اون 2 نفر رو حذف کنن که دولت مجلس رأی اعتماد بده. نگید آی مردم ببینید ما رأی معرفی کردیم، وزرای خوب معرفی کردیم، مجلس نذاشت ما کار انجام بدیم. شما هنوز 50 روز از دولتتون نگذشته میگید که نمیدونم ما نمیتونیم کار کنیم. این همون دولت‌های روحانی. میاد از برجام صحبت میکنید شما فیلتری میگید دست ما نیست. پس باز چی اومدین شما؟ بله بفرمایید. اگر من ادبیات جناب عالی رو نمیپسندم ولی خیلی مشتاقم اگر یکم بفرمایید. بله یک ذهنیتی در ذهن دوستان خوب ما شکل گرفته در حالی که فضا کلا عوض شده. اون ذهنیت رو خواهش می‌کنم بذارید کنار. ما از اون داستان‌ها عبور کردیم. الان این که از کدوم داستان‌هایی این که بگیم آقا اصلاح طلب‌ها اینو میگن، اصولگرا اینو میگن. آقای پزشکیان اومدیم میگه هم اصلاح طلب هم اصولگرا همه بیان پیشنهاد بدن. شما ولی فرمودین مجلس اصولگرا. بله. شما خودتون به حرف خودتون عمل کردم. نه اجازه بدید من صحبت کنم. شما صحبت می‌کردید من به احترام شما که جوان هستید با دقت نشستم گوش کردم. انتظار دارم شما هم گوش بکنید. بفرمایید. عرض کردم که دولت آقای پزشکیان میتونه 100% اصلاح طلب باشه. ولی آقای پزشکیان اومد اصلا این ترکیب و این تقسیم بندی و این قطب بندی رو به هم بزنه. اومد داوطلبانه خودش 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر از دوستان اونورم انتخاب کرده. کار از دید من کار خوبی کرده. بخشی از مردم ما همچنان ذهنشون با اون نقش نگار قبلی نمیپسندن. خیلی هم انتقادات هستن. توپخانه ها شروع شد فضای مجلس بر علیه آقای پزشکیان به خاطر همین چیزاست. آقای پزشکیان اومد این رسم رسوم قبلی رو به هم بزنه. این کشور اگر قرار باشد که امید ایجاد بشه و اعتماد بهش جلب بشه که 2 تا بحران بزرگن، باید از این جنگ‌های حیدر نعمتی جناحی ما باید عبور کنیم. بگیم آقا گذشت، تمام شد و ما میخوایم با همدیگه کار بکنیم. اجازه میدین یه سوال بپرسم؟ یک لازم تمام بشه سوالشون حق داره که باید الان توپ در زمین مجلس که اکثریتش دوستان اصولگرای ما هستن. الان ببینیم که آقای پزشکیان مردانگی کرده، از این آزمون سربلند بیرون اومده، این فحش‌های فضای مجازی رو به جان دل خریده. ببینیم دوستان ما چیکار میکنه. ما انتظار مجلس اینه که 2 نفر رأی ندن. میگم همه رو باید رأی بدن. اتفاقا همه رو رأی بدن، بگن آقا شنبه ما به همه رأی دادیم، آقای پزشکیان هیچ بهانه‌ای نداری، برو کار کن. آقای پزشکیان اومده برای کار کردن، دنبال هیچ بهانه‌ای هم نیست. تمام اجازه بدید تمام سفره مردم، مشکلات اقتصادی مردم که همه برمیگرده به اینکه با سرمایه‌گذاری توی مملکت صورت بگیره. اگر سرمایه‌گذاری صورت نگیره هیچ نه تولید میشه، نه ارشدمند شما که سفره مردم رنگش عوض میشه، هیچی پیش نمیاد. سرمایه‌گذاری هم باید اصولگراش، هم اصلاح طلبش، هم بی‌تفاوتش، هم اونی که رأی داده، هم اونی که رأی نداده، همه باید بیان تو صحنه. اونی که داخل کشوره، اونی که خارج از کشوره، حتی خارجی‌ها سرمایه‌گذار خارجی هم باید. این که الان اون کسی که باید حل بکنه مسئله گردشگری و توریسم در این مملکت فراتر از حد قوه مجریه هست عزیز من. اینو کسی به شما داره میگه که 20 سال نماینده مجلس بوده. تا کجاست قضیه؟ یکیش در حد سران سه قوه است. من درباره همینو میپرسم. قوه قضاییه هم باید کمک بکنه. بخشی از وظایف قوه قضاییه است که بیاد آقای حضرتی نمیذارین من حرف بزنم. یه کسی که به عنوان توریسم اومده امنیت داشته باشه، راجع به حجابش باید تصمیم گرفته بشه. نمیذارین من در خدمت شماست. ببر. باید هممون حرف بزنیم. آقای حضرتی
اگر آقای پزشکیان الان یک رئیس جمهور فراجناحی است، میانه روست و نه چپ است و نه راست، نه اصولگراست و نه اصلاح طلب، هم اصولگراست و هم اصلاح طلب، چرا با پرچم اصلاحات آمد جلو؟ این سال اول. آقای پزشکیان چند سال دارم اصول؟ هنرش در همینه که روزی که کاندیدا شد به عنوان مستقل کاندیدا شد، احزاب اصلاح طلب اومدن ازش حمایت کردن. اولین اصلاحات بود. اولین کسی که اومد حمایت کرد ما بودیم. اصلاحات ما رسما یک حزب اصلاح طلب اومد حمایت کرد. پزشکیانه اصولگراها که نمیاد ازش حمایت کنن. جبهه اصلاحات ازش حمایت کرد، اومد کاندیدای خودش معرفی کرد. جبهه اصلاحات قبل از تایید صلاحیت، ببخشید من میان کلامتون منو بگم، جبهه اصلاحات قبل از تایید صلاحیت ها رسما اعلام کرد نامزد من 3 نفرن، آقای جهانگیری، آقای پزشکیان و یک نفر دیگه خاطرم نیست که اون 2 نفر تایید نشدن. آقای پزشکیان این مگه چیز بدیه که یک حزب ازش حمایت کنه؟ علیرغم اینکه یک جناح ازش حمایت کرد، حمایت کردن متفاوت فراجناحی میخوام آقای حضرتی حمایت کردن تفاوت داره. الان ایشون مدعی هستند که ایشون نگفته من اصلاح طلبم، مستقل اظهار کردن و اصلاح طلبها حمایت کردن. اصلاح طلب هست خودش، شخصیت ایشون، گذشته ایشون اصلاح طلبه. خیلی خوب، گذشته که نمیخواد پنهان بکنه. میگم من به عنوان یک اصلاح طلب اومدم میخوام فراتر از اصلاح طلبی اقدام بکنم. یه تغییر بالاخره اتفاق افتاده. نه نیاز کشور، گفتیم نیاز امروز کشور این نیست که من یک کابینه فقط اصلاح طلب بیارم. من اومدم افرادی که افراد من گفتم یک آزمون بزرگی پیش اومده برای کشور و یک آزمون بزرگی پیش اومده. هم اصولگراها از ایشون انتقاد میکنن، هم اصلاح طلبها از ایشون انتقاد میکنن، اما ما تو رسانه ملی مطلقاً در جستجوی انتقاد از آقای پزشکیان نیستیم. ما در جستجوی کیفیت سنجی هیئت وزیران معرفی شده ایم، فقط همین، و به اضافه یک فقط این موضوع رو جستجو میکنه. حالا این سوال به میون میاد که اگر هیئت وزیران اینقدر تأثیرش در فرایند تغییر رویه و روش در کشور کمه، چرا این همه بر سرش بحث میشه؟ سرگرمی است موضوع یا واقعا اهمیت داره؟ اگر اهمیت داره چرا وسواس به خرج نمیدیم؟ اگر وسواس به خرج میدیم میگیم چرا مؤثر نیستن؟ اینا با هم ضد و نقیضه. نه ببینیم بحث رو با هم خلط میکنه آقای خسروی. شاید. آره ممکن من اشتباه کنم. هیئت وزیران یه وظایفی داره، مأموریت داره، اداره کل کشوره. بله. اداره مسائل اقتصادی، حوزه فرهنگ، حوزه اجتماعی، ولی در کشور ما مناسبت ها به گونه است، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ فراقانونی، باید بخشی از قضایا رو با تعامل حل کرد. درسته. جزء وظایف رئیس جمهور نیست که تمام وزراشو مثلا به مشورت مقامات عالیه برسونه، مثلا بعد جزء وظایفش خودش و تمام کابینش خودش بچینه. یعنی آقای پزشکیان اونطور که در فضای مجازی بعضیا مدعی بودن با مشورت رهبری، حالا مثلا اسم رهبری که نبردم، من میگم که با مشورت بزرگان، حالا شما بگید رهبری اشکال نداره. نه من نمیگم رهبری، من آدرس میدم ولی آقای پزشکیان خبری که خاستگاهش خارج از ایران است، اما ایرانی‌های اونجا دارن این کار رو انجام میدن، به اصرار دارن اثبات بکنن که ایشون تحت تاثیر مشاورت با رهبری به انتخاب نهایی رسیدن. اگر این کار کرده باشه کار خوبی کرده. ما اصلا به عنوان کسی که ما اصلا هیچ مشکلی با این داستان نداریم که با بزرگان مشورت کنه، به گونه‌ای رفتار بکنه که کاملا اعتماد طرفین نسبت به همدیگه 100% باشه. چون این مملکت، کشور، مشکلاتش به تنهایی آقای رئیسی با دولتش به تنهایی نمیتونه از خودش برگرده. سوال دوم این است که تمام کنم جمله. بفرمایید. حتما باید به گونه‌ای رفتار بکنه که از تمام ظرفیت این مملکت به گونه‌ای رفتار کنه مجلس قدرتمندی پشت سرش باشه، قوه قضاییه در کنارش باشه، چون بار اصلی دوش قوه مجریه است، رهبری و نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و صدا و سیما باید پشتش باشه، نه اینکه بیان رقیبش باشن و هر روز تو صدا و سیما شروع کنن بر علیه رئیس جمهور و هیئت دولت و تک تک وزرا افشاگری کردن. اینو ما تجربه کردیم، دیدیم تو این مملکت. ما سال‌ها تو این مملکت هم زندگی میکنیم. اگر اینها رو با هم دیگه هماهنگ نکنه رئیس جمهور، به نظر من بی‌هنری کرده. رئیس جمهور که بار سنگین به دوششه و خودش باید این بار سنگین تو این کوه بلند ببره تا ارتفاع، باید این هماهنگی رو صورت بده. عیبم نیست، ما اتفاقا تشویقش کردیم که باید این کارو بکنه. بخشی از مسائل کشور مربوط به این هماهنگی هاست،
بخشش مربوط به قوه قضاییه قوه مجریه است، باید انجام بده. ایشون مایلن وارد صحبت. من البته در تایید صحبت‌های استاد یک نکته که هستش، خب من به عنوان یک جوان اینجا هستم که با آقای پزشکیان رأی داده، خیلی جبهه‌گیری ندارم و قطعا وقتی با آقای پزشکیان رأی دادم یک نکته که هستش از طرز تفکر ایشون که ما دنبال دعوا نیستیم من به شدت حمایت میکنم. یعنی الان شرایطی هستش که از این حرف عبور نکن. توجه کنید ایشون چی یادآوری میکنن. این نکته که دکتر پزشکیان میگه من برای دعوا نیامدم، یعنی نیامده نظام رو به هم بریزه، نیامده دوچاره خدشه کنه، نیامده اغتشاش ایجاد کنه، آمده هماهنگی ایجاد کنه و متناسب مبتنی بر تفاهم تغییر رویه ایجاد کنه. چیزی که آقای حضرتی هم شما با اینکه موافقید. ما از اول داریم تاکید میکنم همینه. نه من نخواستم خلاف فصل دعوا تمام شد. اگر حالا تعدادی عادت کردن به دعوا، میخوان دعوا کنن دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم. آره میگم من به عنوان یک جوان قطعا حمایت میکنم از این طرز فکر و الان که اینجا حضور دارم خیلی جبهه‌گیری اصلاح طلب اصولگرایی من ندارم و از این طرز تفکر به نظرم که باید دفاع کرد. یک نکته که هستش اینه که حالا من چیزی که بررسی کردم یکی دو روز کابینه‌ای که آقای پزشکیان معرفی کردن جدای از تبعیض‌های جنسیتی، سنی، قومیتی، حزبی حتی به نظر من یعنی ایشون گشتن و تلاششون رو کردن که شایسته ترین ها رو انتخاب بکنن، یعنی جدای از هر نوع تبعیضی که هستش و به نظر من این خیلی نکته مثبتیه که حالا نه خیلی این وری بودن نه خیلی اون وری بودن، نه صرف به خاطر اینکه یه خانم رو انتخاب کنن نیومدن از یک فرد غیر شایسته رو معرفی بکنن. حالا دوستمون گفتن که این خانم معاون یک وزیر حالا ناکارآمد بوده. یک نکته که هستش جوانگرایی، خب همینه دیگه، بها دادن به افراد جوانی که در سطح‌های پایین‌تر بودن دیگه. حالا ایشون معاون بوده، توانمند بوده، خوب درخشیده و خب الان در جایگاه یک خانم در وزارتخونه راه و شهرسازی به نظر من یعنی نکته خوبی بود که یک خانم مطرح شد. یا حتی فرمودن استاد آقای هاشمی که برای وزارت ارتباطات معرفی شدن، بله خب ایشون هم در جایگاه خودشون بسیار توانمند هستن. مجازی ایشون منتسب به آقای آذری جهرمی میکنن، منتها شخصیت حقیقی ایشون اینقدر درشت و بزرگه که اصلا نیاز به انتصاب نداره و خودش آدم شایسته، علمی، متخصص و مجربی است به رغم جوان بودن. ولی خب این فضاها متاسفانه وجود داره و امان از فضای مجازی. شما میخواین چیزی بگین؟ من بله اگه اجازه بدید. خواهش می‌کنم. گفتن که فرمودن که شایسته ترین ها، من نیاز دونستم که یه سری نکات رو بگم اگر اشکال نداره. پشت سرتونم یه دوست گرامی هستن، حلقه دوم مایلن صحبت کنن. خب شما کوتاه بگین بعد چشم. من نظرتون رو میخوام نسبت با آقای همتی بپرسم. ایشون جزء شایسته ترین ها هستن، جوان هستن، ماشاءالله 66 سال سن دارن. ایشون بذارید من یه سری نکات رو بگم بعد حالا منتظر حرف شما میمونم. با آقای پزشکیان گفتن آقا شما اگر تشریف بیارین بنزین رو افزایش میدین قیمتش. ایشون گفتن نه ما افزایش نمیدیم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ آقای همتی رو گذاشتن که چی؟ که سال 98 31 6 98 با آقای روحانی نامه زده، نامش هم هست که آقا شما بعد افزایش حامل‌های انرژی بدی واسه کسری بودجه، قیمت بنزین رو کنی 5000 تومان. حالا ایشون به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شدن، حتما افزایش قیمت بنزین هم دست رئیس جمهور نیست، دست کسی دیگری است. این که دیگه دست رئیس جمهوره که وقتی آقای همتی شما مدعی هستید که آقای همتی در اون وقت غلط گفته، اشتباه گفته. نه من میگم آقای پزشکیان چرا تکذیب کردن؟ وقتی به آقای پزشکیان گفتن که شما اگر بیاین دولتتون قرار افزایش قیمت بنزین ها رو به وجود بیاره، چرا گفتن نه؟ گفتم هم بله. نیتی ندارم، هم نیتی نداشته. گفتم آقا من بله میخوام آقای همتی رو معرفی کنم که بله ایشون طرز فکرش اینه که ما باید افزایش قیمت. آقای پزشکیان گفتن ما هر سیاستی بخوام اجرا کنم با مشورت مردم قطعا انجام خواهد شد. نکته اول. نکته دوم، ما دست روی هر شخصی بذاریم میتونیم 10 تا ایراد منفی ازش بگیریم، در صورتی که باید نیمه پر لیوان ببینیم. هر شخصی شما انتخاب کنید 10 تا ایراد ممکنه داشته باشه، ممکنه 50 تا فایده. ما بحثمون کلیت کابینه است، دفاع از کلیت کابینه است. در دفاع از
کابینه که یعنی درباره وزارت اقتصاد صحبت می‌کنیم. من آخه میگم وقتی جزئی نگاه می‌کنی منم الان میتونم بیام دونه دونه وارد هر شخصیت مجزا بشم ضعفاشو بگم. اونو که دیگه مجلس و خود کارگروه‌های مختلف تصمیم گیری خواهند کرد. چطور شما ما بحثمون کل هاشمی به عنوان دستاورد حرف میزنید؟ بحثمون ما همتی رو میگیم میشه ما داریم جزئی ما بحثمون کلیت کابینه است. نکته دوم این که اصلا هنوز کابینه کاری انجام نداده. بذارین یه 2 ماه 3 ماه از این الان نقد اینجا واسه صحبتایی که هنوز هیچ اتفاق نیفتاده. یعنی شما معتقدید باید رأی بدهد بدون اینکه بررسی بکنه؟ من بگم یه نکته به این نتیجه رسیده که این افراد یعنی میخواد باهاشون کار کنه و هماهنگه. حالا باید این افراد بیان کارشون رو انجام بدن. اگر اشتباه کردن، اگر خطا رفتن، اون موقع بگیم. من به نظرم خدای دکتر پزشکیان هم باید یک مرامنامه بگه. یعنی مرامنامه من این هست که گفتم باید حضور پیدا کنیم. هر یعنی مجلس سابقه رو نگاه نکنه. من حرف شما بود اتفاقا آقای حضرتی، شما گفتید مجلس بیاد مردونگی به خرج بده، کلا تایید کنه، برن پای کار ببینیم چی میشه. خب این که نمیشه. حتی مجلس، این مجلسی که شما میگید منتسب به اصولگراست، به دولت حاجی رئیسی هم این کارو نکرد. بعضی از نماینده هاشون رو رد کرد. این نمیشه که مجلس وظیفش اینه که بررسی بکنه که چه اتفاقی قرار بیفته، که بررسی بکنه. شما اجازه بدید ما صحبتمو کنم. قرار نیست مجلس بیاد بگه خب اب نداره، حالا بالاخره آقای پزشکیان مردونه‌ای کرده، از دو طرف گذاشته، ما مردونه‌ای کنیم، همه رو تایید کنیم، بره. حالا زندگی مردم اصلا برای مهم نیست، 3-4 ماه بگذره، 5-6 ماه بگذره تا بعد ببینیم آیا خوبن آیا بدن، بعد میریم استضاء می‌کنیم. نمیشه که مردم زندگیشون گیر در گروه. متشکرم. شما بفرمایید. اجازه میدین آقای حضرتی؟ خیلی وقت منتظرم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. حلقه دوم. مثلا فارغ التحصیل رشته حقوق. حالا یه مباحث اینجا مطرح شد. یه خورده بلندتر صحبت کنید. چشم، بلندتر صحبت. یه مباحث اینجا مطرح شد. من احساس میکنم که ما الان در کشور یک جماعتی داریم، با یک پدیده مواجهیم که این دوستان هر خلاصه وقتی که میشه، وقت انتخابات و مسئولیت گرفتن و اینها که میشه، سری یک اول حالا قبل از انتخابات سری شروع میکنن، کمون که تو این حلقه اول امروز دیدیم، یک دوگانی درست میکنن از یک حاکمیت ایدئولوژیک و متحجر که مردم رو تحت فشار قرار داده و مردم ناتوانن و خستن، مردم ناراضی‌اند و این حاکمیت ناتوانه، کاری نمیتونه بکنه. بعد اون وقت آقای فلاحی چیزی شبیه به همین فرمودن. بله، کمون که امروز هم دیدیم دیگه این صحبت زده شد. بعد اون وقت حالا وقت چیز که میشه قبل از انتخاب خودشون رو ناجی معرفی میکنن، ما یک سوپرمن هایی هستیم که میخوایم بیایم این مردم ناتوان، مردم خسته و ناامید رو نجات بدیم. بعد که انتخابات برگزار میشه، وقت کابینه و دیگه دولت رو گرفتن و اینها، همین دوستان که اینجوری داشتن الان صحبت هایی که اینجوری میکنن، یک دفعه میشن که آقا یه فاز اینو برمیدارن که ما خلاصه خیلی از چیزا از حد توانمون خارج، فیلترینگ مگه به ما ربطی داره، آقا حجاب مگه به ما ربطی داره، اقتصاد با هزار تا چیز دیگه بره قوه قضاییه، سران قوا، مجلس فلان. بفرمایید. بله، من به نظرم خب اگر قرار اینها اختیار ندارند، برای چه انتخابات که میشه سری خودشون رو ناجی و سوپرمن معرفی میکنن، میان رای جمع میکنن، بعدم که انتخابات میره سری تموم میشه، سری هم شروع میکنن خلاصه یه هورایی هم میگن ما حالا 2-3 میلیون رای بیشتر گرفتیم و دولت آقای رئیسی فلان اگه خوب بود تیکه همین داد. خب من میخوام بگم که این کلا بعدم که 8 سالشون تموم میشه سری میگن آقا رئیس جمهور مترسک بود، به ما ربطی نداشت، کاری نداشت فلان، به هزار تا چیز دیگه. یعنی دکمه گردنگیرشون خرابه کلا دوستان. من حالا بازم صحبت بود، اما خب اگه وقت متشکرم. وقت نداریم. آقای حضرتی فرصت هست صحبتشون رو انجام بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید یک دولتی سرکار اومده، هیئت وزیران خودش رو معرفی کرده به مجلس با هر ترکیبی، ترکیبش بعضی مخالفن بعضی موافقن، در بیرون عرض میکنم. الان مجلس هم به قول دوست ما وظیفه داره با دقت بررسی بکنه. انتظارمون اینه که به همه رأی بدن که بگن دولت تکلیفش روشن بشه، بره کارش شروع کنه. میتونن به 2 نفر 10 نفر هرچند تشخیص مجلس اشکالی هم نداره، سرپرست میذارن کار ادامه پیدا میکنه. مسائل مملکت هم از فردا میفته دوش دولت آقای رئیسی، باید فرصت بدیم ببینیم که چی کار میکنه. از الان قضاوت نکنیم، نگیم آقا هیچ خراب شد، آقا تو اصلا نمیتونی کار بکنی، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. اجازه بدیم کار بکنن. مجموعه عوامل حکومت باید کمکش بکنن. شرایط کشور بگونه است، باید همه کمک بکنیم، ما هم کمک کنیم، شما هم که حتی مخالفید باید کمک کنید، گذشته رو ول کنید. اون داستانا تمام شد، اون داستانا تمام شد. آقا ما منتظر بله
شما بیاید تو فضای جدید زندگی بکنید، تو اتمسفر جدید بیاید تنفس بکنید. آقای پزشکیان یه بحث با هیئت دولت خودش داره، یه بحث به عنوان شخص رئیس جمهور باید به راجع به این موضوعات حل کنه. نمیگم ایشون بگه ربطی به من نداره، نذاشتن، نه من چین حرفی نزدم، جزء وظایف ایشونه. مسئله برخورد تو خیابانا، همین گشت نور و گشت ارشاد اینا جزء وظایفشون، باید بره حل بکنه. حالا از کجا باید حل کنه خودش میدونه. مسئله ارشادمند شمایی که پهنای باند اینترنت باید بره حل بکنه. ترکیب فضای مجازی رو میخواد تغییر بده، میخواد بره با مقامات دیگه صحبت کنه، با قوه قضاییه، با هر کی، به ما ربطی نداره، باید بره حلش بکنه. مشکل سفره مردم، اقتصاد مردم باید حل بکنه. کارخانجات باید راه بیاندازه. بعد این خواسته ماست. هیچ کس هم از زیر بار مسئولیت نمیره کنار. دنبال خالص سازی هم ایشون نیست. ایشون میخواد با مجموعه ظرفیت کل کشور کار کنه. منتها ما عجولیم، ما ایرانی‌ها یه ذره عجول هستیم. البته حق داریم، مردم آسیب دیدن، عزیز ما اشاره کردن. این مردم آسیب دیدن، فشار هر دقیقه، مستاجر بدبخت بیچاره‌ن. الان تورم همچنان روی 35% 40% داره دور میزنه، بورس داره هر روز قرمز میشه، بالا میره پایین میره. در اصل وضعیتی که ما هم نمیخوایم تکرار کنیم بگیم مقصر کیه، نمیخوایم بگیم خرابه تحویل گرفته، اصلا چنین چیزی رو گفته نخواهد شد، خیالتون راحت باشه. میگیم آقا کار تا اینجا که رسیده، این پروژه تا اینجا دولت آقای رئیسی زحمت کشیده، دستش درد نکنه، ازش یادم خواهیم کرد، نه اینکه یاد نکنیم. بارها من نامه نوشتم که دولت محترم این پروژه مال 20 سال قبله، شما که 10%ش موندیم امروز رفته افتتاح بکنید. کارگر 20 سال قبل کار کرده، مهندس کار کرده، پیمانکار کار کرده، استاندار اون استان کار کرده، وزیرش کار کرده. از همه تشکر کنید، نگید که ما اومدیم الحمدلله این پروژه تمام کردیم. تشکر کردن و قدردانی کردن از گذشته کسانی که زحمت کشیدن که چیز بدی که نیست. دولت آقای پزشکیان رسمش بر اخلاقه و با اخلاق با همین وزیرایی که معرفی کرده که اکثرا هم بسیار آدمای شریف و آدمای در رشته خودشون نامبروان هستن، انشالله مسائل کشور به دست خواهد گرفت با پشتیبانی مردم، با پشتیبانی رهبری، با پشتیبانی نخبگان. و در این زمینه باید انشالله ازشون خواهش می‌کنم مرتب صحبت باید بکنه، هم بتونه با نخبگان صحبت کنه، هم با مردم گزارش بده، هم با رهبری صادقانه، نه با ریا و تظاهر، صادقانه با رهبری هم صحبت کنه. اجازه بدید شما صحبت کنم. که من عذرخواهی می‌کنم از محضر شما، خرابه تحویل نگرفته که بخواد بگه خرابه تحویل گرفتم، میدونید؟ یعنی یه وقتی هست شما مثلا واقعا خرابه تحویل میگیری، وقتی هست نگه چی تحویل گرفته، اصلا واقعا تحویل نگرفته. واقعا تو این 3 سال ما همین الان همین چند هفته که دولت تحویل شده میگن ما اصلا بر سر این چانه‌ای نداریم. ما بهش دیگه بهش که بهتر نداریم. همین چند هفته که اومده تابستون اومده دوباره قطعی برق شروع شده، برگشتن منوال 3 سال گذشته. کی اومده؟ و قطعی برق. یعنی این قطعی برق مقصر آقای پزشکیان؟ من نمیدونم مقصر هر کی هست، ولی ما می‌بینیم تو 3 سال من مقصر آقای پزشکیان هنوز دولتش تشکیل نشده. یادت نره ما در مورد کیفیت سنجی کابینه پیشنهادی حرف میزنیم. آخه یه سری مسائل مطرح میکنن باید جواب بدیم. مثلا شما بحث اخلاق در مناظرات میگید آقا آقای پزشکیان اهل نبود بگم. اتفاقا من میخوام بگم حداقل 2 مورد ایشون آمار غلط آوردن توی صدا و سیما پخش کردن و گفتن این آمار غلط منتسب به دولت شهید رئیسی در صورتی که منتسب به دولت روحانی بود. اینا رو یادتون نره. تورم رو آمارش آوردن 3 سال دولت آقای رئیسی. من در جریان هستم. عکس و فیلمش همش هست تو صدای سیما. آمار تورم رو آوردن 3 سال آخر حذف شده بود. 3 سال آخر دولت آقای روحانی نشون دادن گفتن این منتسب به دولت آقای رئیسی است. اینها بی اخلاقیایی که تو مناظرات اتفاق افتاده، نگید اتفاق نیفتاده. پایه گذاشتن یا اینها رو ما یادمونه. آیه حضرت به نظر موضوع برنامه که جوانگرایی نداره و حالا شما منو مخاطب قرار دادید. یک نکته که هستش، من اینجا در جایگاه دفاع از شخص خاص وزیر معرفی شده و اینها نیستم که به من میگید آقای همتی رو تحلیل کنید، اصلا در جایگاهی نیستم و خیلی تخصصش رو ندارم. نکته که هست، شما اگر روبروی من و مقابل من نشستید و برای دعوا اینجا هستید، من برای دفاع از جوانگرایی و جوانای کشورم اینجا هستم که یک نکته ببینید جناب، من وقتی اولین کلینیکم رو تأسیس کردم 23 سالم بوده. توی 3 سال این رو در سطح بین الملل و بین قاره‌ای به سطح فعالیت هم رسوندم. قطعا من بیشتر از شما به جوانگرایی و میدان دادن به جوانها
ایمان بهش دارم و دوست دارم. رئیس جمهور منتخب شما به این ایمان نداره. مشکل من اینه. نکته‌ای که هستش اینه که شما میتونی به جوان‌ها به جوانگرایی اعتقاد داشته باشی، ولی خب باید دستت هم پر باشه که گزینه جوانی رو مطرح کنی. جوانگرایی، تربیت مدیر جوان چیزی نیست که توی یک ماه شما بخواید. میکروفون دارین؟ دوستمون در حلقه دوم میکروفون دارن، شما اضافه میکنید. یک نکته فقط جایگزین فرد توانمند جوان چیزی نیست که توی کمتر از یک ماه شما بخوای راجبش تصمیم گیری کنی. این یک پروسه‌ایه که نیاز به زمان داره، نیاز به تربیت نیروی جوان. تو این 40 سال این اتفاق افتاده. ما افرادی داریم که جوانند و توانمند. من چرا فکر می‌کنید نداریم 10 تا رجاله؟ با 73 سال سن چطوری میتونن تو جایگاهی که هستن موفق باشن؟ من واقعا مثلا سوال عارف چطوری انتخاب شدن اصلا؟ آقای عارف معتقدن معاون اجرایی که معرفی شده جوونه. چند سالشونه؟ شما 65 سالشونه. فقط چون موش سفیده میگه این جوونه. بعد آقای عارف 20 سال از سپهر سیاسی کشور دور بودن، مسائل فعلی کشور رو نمیدونن. ایشون زمانهای خاتمی بودن، بله خوب کار کردن، ولی الان مشکل فروش نفت داریم. آیا مسائل فعلی؟ من یه نکته تاکید کنم. شما صرفا مبتنی بر عدد شناسنامه دوستان، این دوستان رو از کار افتاده تحلیل می‌کنید. عدد شناسنامه و اینکه آقای عارف 20 سال در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی نقشی نداشتند. باشه. الان بس سنه. شما مبتنی بر سن این دوستان رو از کار افتاده تحلیل می‌کنید. ما جوان تعریف نمی‌کنیم. باشه. نه، اینکه جوان تعریف نمی‌کنید یه چیزه، اینکه صرفاً چون آقای حضرتی 60 سال سنشونه میگید آقا ایشون دیگه از کار افتاده است دیگه. آیا جهان هم آیا دنیا هم با آدم‌های با تجربه و کارآزموده‌اش همینطور رفتار میکنه؟ ببینید بحث ما این نیست، بحث من اینه. آقای عارف میاد میگه که معاون اجرایی ما آدم جوونیه. میدونید این تعبیر رو به کار میبره برای یک انسان 65 ساله. شاید کنایه از شادابی است. اجازه میدید ایشون صحبت کنن؟ اجازه میدید؟ متشکرم. بفرمایید. بلند بفرمایید. خواهش می‌کنم. متاسفم میکروفونتون مشکل داره. میکروفونتون روشن بفرمایید. الان درست شد؟ درست شد. بفرمایید. یه بار دیگه دکمه رو بزن. الان وصله؟ آها. آرمین علائم هستم، فارغ التحصیل رشته گرافیک. خدمت شما فرمودین که مشورت با مردم یعنی چی؟ این یه نکته‌ای که شما الان گفتین. یه نکته‌ای هم که شما دوست عزیز گفتین که رئیس جمهور شما. نه، اینطور نباید گفت. رئیس جمهور هممونه آقای دکتر. یه سوال از شما دارم. چه زمانی نظرات دوستان مثبت میشه نسبت به این موضوع؟ آیا آقای دکتر فراجناحی عمل کردن یا خیر؟ اینو یه جواب بدین که از تمام جریان‌ها و از تمام احزاب استفاده کردن. و نسبت به سن کابینه، آیا ما نباید جوانان به بزرگامون اعتماد داشته باشیم و از تجربیات آنها استفاده کنیم در جهت پیشرفت وطن؟ این هم مد نظر قرار بدیم. و اینکه مشورت با مردم یعنی چی، این رو بیشتر توضیح بدید. سوال بود برام. گفتن با مردم مشورت میکنن، گفتم یعنی چی؟ اینو تعریف بکنید. من خواستم تعریف کنم. توصیه کوتاه بکنم به دوستانمون و همه مردم. ببینید 2 دقیقه وقت بذارید آقای حضرتی موضوع رو مختوم کنن. یه توصیه خیلی کوتاه کنم. ببینید دوستان فکر میکنم فضای الان و وضعیت کشور مثل 96 و 1400 مغرضانه نقد نکنید دولت ها. الان وقت همراهی و همدلی همه مردم ایرانه برای اینکه این دولت موفق بشه. همونجوری که رهبری فرمودن پیروزی دولت، موفقیت دولت آقای دکتر پزشکیان موفقیت همه ایرانه. کما اینکه اگر دولت آقای پزشکیان شکست خورد، خدای نکرده شکست بخوره، دیگه مردم به سمت کسی دیگه هم قرار نیست. شکستی که در پیش حرکت کنن. این آخرین امید مردم و آخرین روزنه‌های امید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. چند وقت داریم؟ 2 دقیقه. 2 دقیقه. من تشکر میکنم از انتقاداتی که جوانای ما، توضیحاتی که عزیزان ما دادن. من توصیه به دوستانی که از اون قالب در بیاد. شما همش در میاد دوباره تو اون قالب. این قالب ها باید عوض بشه. بله. خب در دولتی که آقای پزشکیان معرفی کرده، به نظر من از متوسطش به لحاظ کارایی و کارآمدی از خیلی از دولت‌های قبلی قوی‌تره. حالا شما هی سن باید بالا، بله سن الان 60 سال دیگه سن پختگی افراده. نمیگم پیره. پیر بله. پیر کسیه که الان شده رئیس شورای نگهبان، الان آیت الله جنتی ما هست مثلا. فکر کنم الان تعریف جهانی هم 60 خورده ای سالی رو اون اصلا بله، منم معتقدم باید 50 باشه. عذر میخوام. جوان باید تعدادش زیاد باشه، زنها تعدادشون زیاد باشه.
بحث اقلیت‌های مذهبی و برادران اهل سنت ما باید باشه که ندارن جزء نقیصه این کاره، ما خودمون انتقاد داریم به این، ولی بالاتر از همه مشکلات کشور به ما دیکته میکنه آدمای کارآمد همشون روی کرده رئیس جمهور بپذیرن، در این راستا باید برن جلوتر. رئیس جمهور هم خودش فراتر از مجموعه هیئت دولت شخصیت داره و نقش داره و مسئولیت داره، باید بتونیم مسائل کشور حل فصلش بکنیم و من امیدوارم به این. از شما درخواست می‌کنم شما امیدوار باشید، از مردم عزیز ما، رأی دهنده های کسانی که با آقای پزشکیان رأی دادن، کسانی که رأی ندادن به رقباش رأی دادن، کسانی که اصلا تو انتخابات شرکت نکردن، همه‌شون دعوت می‌کنم از این مسائل و تبلیغات و نگرانی‌هایی که دارن به حقم هست بگذارن پشت رئیس جمهور باشن. اگر پشت رئیس جمهور باشن فرصت بهش بدن، صبورانه برخورد بکنن، آقای رئیس جمهور هم ازش طلب کنن مرتب که اون مطالبات انجام بده. ممنونم. با کسب اجازه و تشکر از همه حاضران و بینندگان خداحافظی می‌کنیم.